تا حالا شده توی شب بارونی 2 دختر سکسی بیان دم در خونتون ازتون کمک بخوان و تو با جون و دل ازشون استقبال کنی، اما بعدش معلوم بشه که داستان یه چیز دیگه است و قرار زندگیت از این رو برون بشه؟ من احمد ابو، کانال خودتون جوریدنی، خیلی خوش اومدین عزیزای من. امروز میخوایم با هم رازای فیلم سکس محور تق تق رو برملا کنیم. خب اول یه نگاه کوتاه به داستان فیلم داشته باشیم. داستان فیلم توی تخت ایوان که پدر خانواده است شروع میشه که با همسر زیباش مشغول عشق و حال کردنن که یهو بچه‌هاشون میان توی اتاق با کیک و کادو، مثل اینکه روز پدره. بعد از گرفتن یه جشن کوچیک قرار میشه که خانواده ایوان به یه مسافرت کوچیک برن و ایوان که تنها خونه مونده داره به موزیکای خودش گوش میده، یهو صدای در زدن رو میشنوه. در رو که باز میکنه میبینه 2 دختر که بعداً متوجه میشیم اسمشون جنسیس و بل هست، جلوی درن ازش کمک میخوان. اونم با جون و دل قبول میکنه. وقتی ایوان که دخترها رو میاره داخل خونه، بهشون حوله گرم و چای میده و براشون تاکسی میگیره. داخل خونه وقتی که منتظر تاکسی ان، دخترها کلی با ایوان گرم میگیرن و باهاش کلی صمیمی میشن. وقتی تاکسی میرسه از ایوان میخوان که برن دستشویی. وقتی ایوان میره دنبالشون، متوجه میشه که جنسیس و بل توی حمومن و آماده سکس شدن و از ایوان دعوت میکنن که بهشون ملحق بشه. خلاصه بعد از کلی انکار ایوان هم دلو میزنه به دریا و وارد رابطه میشه. اما فردا صبح ایوان که بیدار میشه متوجه میشه که جنسیس و بل 2 دختر دیوونه هستن که کارشون امتحان کردن آدمای ثروتمنده که ادعای تعهد به خانوادهشون رو دارن. اونا ایوان رو میگیرن و مجبورش میکنن که باهاشون به روش‌های مختلف سکس داشته باشه. اما یه سری نکات توی این فیلم هست که خیلی جالبه بدونید. مثلا یکی از نکاتی که داخل فیلم هست اینه که تق تق سعی داشت یه سری از ارزش‌های اخلاقی رو که توی خانواده‌ها جا افتاده رو نابود بکنه. توی یه صحنه می‌بینیم که بل ایوان رو مجبور میکنه که نقش پدرش رو بازی بکنه و باهاش سکس بکنه و توی رابطه‌شون هی بهش میگه بابا اون شبی که دزدکی اومدی توی اتاقم و مامان آورده توی خونه، عاشقت بودم. انگار میخواد گذشته بل رو نشون بده که مورد آزار و اذیت پدرش بوده. این نکته دیگه که هست اینه که فیلم با نشون دادن یه خانواده خیلی خوشبخت شروع میشه. یه زن خوشگل، بچه‌های خوب که علاقه زیادی به هم دارن. اما داخل فیلم میفهمیم که همه اینا ساختگی و علاقه ایوان به زنش به خاطر ثروت و پولشه. داخل فیلم، اول فیلم اگه یادتون باشه، بچه‌های ایوان یه ساعت بهش میدن که عکسای خانواده روشه. این ساعت میخواد به ما نشون بده که هنوز 24 ساعت نگذشته که ایوان به خانواده‌اش خیانت میکنه و با اون دخترها رابطه برقرار میکنه. همین موضوع یکی دیگه از علتای اینه که بگیم ایوان داره ادعای آدمای خوشبخت و متعهد رو در میاره. یه نقطه ضعف که خیلی داخل فیلم معلوم بود اینه که اساس فیلم روی اینه که جنسیس و بل مردا رو امتحان کنن و ببینن واقعا وفادارن یا نه. اما توی فیلم لوئیس که دستیار زن ایوانه، وقتی به خونه ایوان میاد به 2 دختر شک میکنه و اونا بهش پیشنهاد رابطه میدن، اما لوئیس با خشونت اونا رو رد میکنه، ولی به جای جایزه گرفتن میزنن کلهشو میترکونن. جالبه بدونید کارگردان این فیلم الی راس به ساختن فیلم هایی که در ژانر شکنجه هستن معروفه. درسته که فیلم هایی که میسازه عموما شاهکار نیستن، اما تونستن لقب کله گنده دیوونه رو براش بیارن. خب عزیزای دلم، نظرتون راجع به اینجور فیلم ها چیه؟ حتما توی کامنت ها نظرتون رو راجع به فیلم تق تق برای ما بنویسید. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که هر وقت فیلم جدید گذاشتیم زود باخبر بشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو با لایک های قشنگتون لایک کنید. امیدوارم همیشه هر جا که هستید موفق باشید. عاشقتونم. یا